سرخط خبرها. محکومیت حملات رژیم پاکستانی بر مردم ملکی توسط سازمان ملل، جاری شدن سیلاب‌ها در پی بارندگی شدید در هرات و سمنگان و حمله اسرائیل بر قرارگاه مرکزی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان. به نام خدا، سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی عروج خوش آمدید. امروز دوشنبه دهم ماه حمل سال روان خورشیدی. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. نهاد بین المللی حقوق بشر اعلام کرده است که رژیم نظامی پاکستان بر مناطق غیر نظامی ولایت‌های پکتیکا، خوست و کنر در امتداد خط فرضی پاکستان با سلاحیت سنگین و هوان به گونه بی تفکیک شلیک کرده است که در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان شهید و زخمی شدند. این نهاد از رژیم نظامی پاکستان خواسته است که حملات بر مناطق غیر نظامی را متوقف کند. همچنین نهاد بین المللی حقوق بشر از سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشری خواسته است تا در پیوند به این تخلفات تحقیقات لازم را انجام داده و اقدامات ضروری را در برابر عاملان آن روی دست گیرند. در خبر دیگر، در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت هرات 2 تن شهید شدند و خسارات مالی نیز به باشندگان این ولایت وارد شده است. از سوی هم در ولایت سمنگان سرازیر شدن سیلاب‌ها به منازل مسکونی و زمین‌های زراعتی در بخش‌هایی از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت آسیب وارد کرده است. اداره ملی احصایه و معلومات در سراسر کشور از طریق 84 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی و آسان خدمت در سال 1404 برای 2,028,079 تن از هموطنان تذکره الکترونیکی توزیع کرده است. به گفته این اداره، آمار ذکر شده شامل 1,529,244 تذکره برای مردان و 498,835 تذکره برای زنان می شود. بیشترین تذکره‌های الکترونیکی توزیع شده در سال 1404 در ولایت کابل بوده که برای 500,456 تن از هموطنان توزیع شده است. به این ترتیب هرات با 246,064 تذکره، کندهار با 132,356 تذکره، ننگرهار با 119,183 تذکره و بلخ با 104,292 تذکره از جمع ولایت‌هایی اند که بیشترین تذکره الکترونیکی برای شهروندان توزیع کردند. در خبر آخرم، شبکه خبری الجزیره از حمله اسرائیل بر قرارگاه مرکزی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان خبر داده است. بر اساس گزارش، در این حمله 1 تن از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل کشته و 1 تن دیگر به شدت زخمی شدند. هیئت ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یا یونیفیل نیز این حمله را تایید کرده و افزوده است که بررسی‌ها برای روشن شدن چگونگی این رویداد ادامه دارد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای امروز که تقدیمتان شده. از توجه و همراهی شما جهان سپاس. خدا نگهدار.